جان کندن خصوصی تایشه گفتم حالا بگم مثلا در وقت صابر آمدن جان کندن این دو نفره برایش خاشیشت که راستینه به مرگزی خفه میشه. این دو نفر خاشیشت مثل که در وقت کٹ بردن ریشکلا شرابیه پودریه او بینمازه این کٹ جنازه را نخوابرد دیگه اسمشش دور خوابده جنازه را که میبره سم مردم مسلمان و نماز خان بخوابود امی تو یکی بادرک خواره کتی بیادر جان کندن داره سم مردم پالوش خواهی او مردم خاشیش که راستینه سر مرگزی خفه میشه او تو نه که در زندگی یک پاکتک نسوار برایش نمیاره که بارد مرده ای که پارتی کی بچی ما کم این گفا خلط از بیادر کن دگه مسئلیشی که سایش برآمد میگن که چشمایش و ای بچه کش دایرات است نه بچهش مسافی گفای زنانه ایست خب اون ملائکه که روحش هم میبرن سونزو سیل داره روحش که رفت دگه رکت نیست که جمع شو همی تو میپای این گفا هم غلط است او دگیشی انار کرکش چشمایش پرت میکنه ایره بگوه که بسم الله و علی ملت رسول الله در قبر که ماندیش امی کلمه را بگو هر وقت که به زیارتش آمدی این کلمه را یک بار بگو 40 سال از این قبر والا تاریکی تنگی عذاب دور میشه بسم الله و علی ملت رسول الله از هر کسی را بابا و دو اندیوالش که دفن است برزای خدا بره 11 بار یا افر قل الله را بخوان سر یک قبر الله ای را بخشیدم برش از برکت از 11 یا افر قل الله خواندنت الله او را میبخشه اگر دی خواندن تو با پیش او را الله بخشیده بوده این قبر دیگه تو را میبخشه آسان کن او برای خودتان مثلا وقت هم است برای خودتان انال ما که روان شیم نه گلکی استاد که میگفت خانه سنگ ده در زم جب دلاتو دو تا ملائکه را میگه خب انال ما که روان شیم 30% است هر کس که در زندگی خود تبارک الذی هر وقت وظیفه کرده باشه در وقت ظاهر شاه که ما چنی بودم در فتح آباد چنی جان بخوانده تبارک الذی شب جمعه نه نبی علیه السلام گفته است که شب جمعه را روز جمعه را به عبادت خاص نکنی هر شب قدر است اگر قدر بدانی شب جمعه روز جمعه سردار رو شوا و سردار روزه خود تا این کدنش خوب نیست که تبارک